تنها شکلی که میتونم این حالت رو توصیف بکنم اینه که احساس کردم داخل یه تونلم. نمیشد درست دید. فقط میتونستم احساس بکنم و در آخر تونل در فاصله دورتر نقطه‌ای روشن وجود داشت که کم کم بزرگ و بزرگتر میشد. درست مثل زمانی که داخل یه تونل سفر میکنید و هرچه به انتها نزدیکتر میشید نور بزرگتر و بزرگتر میشه. با سرعت بسیار زیادی داخل تونل حرکت می کردیم و تمامی دنیای موجود و یا آینده در این حاله نوری و شعاع‌ها قرار گرفته بودند. تقریبا تمامی افرادی که به مرز مابین زندگی و مرگ رسیدند چنین تجربه‌ای را بیان می‌کنند. حس برون آمدن از جسم و تونل نوری. تجربیات مشابهی را میتوان در مورد خلبان‌های هواپیماهای جنگی دید. زمانی که سرعت هواپیما و شتاب آن شدت میگیرد، دچار بیهوشی و عدم کنترل حواس میشوند. اینجا بزرگترین محفظه سنترفیوژ یا نیروی گریز از مرکز دنیاست و برای تحقیق در مورد اثرات نیروی گریز از مرکز و قوه جاذبه زیادی که بر خلبان وارد می شود ساخته شده است. شخصی که در این دستگاه قرار می گیرد با نیروی بسیار زیادی چرخانده می شود و به نقطه‌ای می رسد که تمامی خون مغز او خالی شده و حالت بیهوشی پیدا می کند. ما تصور میکنیم که تحقیقاتی که در مورد از دست دادن هوش و حواس در سرعت بالا انجام میدیم حالتی مشابه از پای گذاشتن به مرز مرگ و زندگیه. زمانی که شخص به مرحله جیلاک یا از دست دادن هوش و حواس بر اثر وارد شدن نیروی جاذبه میرسد، لحظه به لحظه این حالتها را ثبت می‌کند. نمیتونم به اونجا برسم. همه جا تاریک شده. اصلا نمیدونم کجا هستم. حالاتی که ما اونا را با از دست دادن حواس ارتباط میدیم تقریبا همیشه به شکل یه تونل در مقابل دید انسانه که انتهای اون به مرز کوچیکی منتهی میشه که کاملا نورانیه. پس چه دلیلی وجود دارد که چنانچه شخصی در مقابل نیروی عظیم جاذبه قرار گیرد و یا به مرحله مرز مرگ و زندگی برسد، تصویری از یک تونل تاریک که انتهای آن نقطه نورانی وجود دارد در جلوی چشمانش شکل می‌گیرد؟ زمانی که ورود اکسیژن به مغز قطع می‌شود، نورون‌هایی که مسئول فعالیت قوه بینایی هستند به طور غیر مرتب و نامنظم علائمی آزاد می‌کنند که باعث پدید آمدن نور شدید و درخشان می‌شود. و چون تعداد نورون‌هایی که در مرکز بینایی قرار دارند بیشتر از تعداد نورون‌هایی است که در حاشیه بینایی قرار دارد، تصویری تونل مانند را ایجاد می‌کنند.